سلام دوستان، رضا اشرفی هستم، کارشناس ارشد مجموعه صنعتی اسکندری. تو این ویدیو میخوام یک بخاری برقی رو خدمتتون معرفی کنم. بخاری‌های برقی برند آستج ساخت کشور ترکیه هستش که انحصاراً به صورت رسمی فقط توسط مجموعه صنعتی اسکندری وارد کشورمون ایران میشه و توی بازار توزیع میشه. این بخاری یه سری ویژگی‌های خاص دارن که باعث شده که نسبت به بخاری‌های برقی یه سری تفاوت‌هایی رو داشته باشن نسبت به بخاری برقی‌های دیگه. و در پایان این ویدیو قطعا نظر شما نسبت به این بخاری تغییر خواهد کرد و بعد از اینکه ویژگی‌هاشو فهمیدید نظرتون نسبت به همه بخاری‌های برقی تغییر خواهد کرد. یکی از ویژگی‌های مثبتی که داره اینه که با برق 220 ولت شهری کار میکنه. یعنی شما در هر کجا که هستید، توی خونه‌تون، محل کار، اداره، مغازه، هر کجایی که هستید دسترسی به برق شهری معمولی دارید، 220 ولت دارید، میتونید ازش استفاده کنید از این بخاری. ویژگی مثبت دیگه این لامپ‌های تابشی که هستش روی دستگاه کار شده. قدیما می اومدن از یه سری مقاومت المنت استفاده میکردن که در واقع مقاومت بودن. با تغییر مقاومت و بالا رفتن مقاومت گرمای زیادی تولید میکرد و خطرناک بودن، چرا که امکان اتصالی وجود داشت و همچنین مصرف بسیار بالایی رو داشتن. اما اومدن تو این بخاری ها از لامپ های تابشی استفاده کردن، لامپ های تابشی که ساخت کشور سوئیس هستش و فقط و انحصارا برای این بخاری ساخته میشه و دیگه مصرف بالایی رو نداره. جالب اینجاست که شما میتونید این بخاری ها رو، این لامپ های تابشی که روی بخاری هستش رو میتونید تنظیم کنید که چند تا لامپش کار کنه. با توجه به اینکه اینجا کلید داره، شما میتونید با این کلیدا تنظیم کنید که 2 تا لامپ روشن باشه، 3 تا یا 4 تا یا چند تا لامپ. یک کلید دیگه مخصوص فن هستش. داخل بخاری یه فن کار شده که شما میتونید فن رو روشن کنید یا میتونید فن رو خاموش کنید. وقتی فن رو روشن کنید گرمای تولید شده رو پخش میکنه و فضای بیشتری رو قطعا تحت پوشش خواهد داد. وقتی هم فن رو خاموش کنید که خب بخاری به صورت تابشی گرما رو در اختیارتون قرار خواهد داد. و همچنین شما میتونید این تابشی ها رو، این لامپ های تابشی ها رو توانش رو کمتر و بیشتر کنید. اصطلاحا میتونید بخاری رو کم و زیادش کنید. یک کلیدم برای کم یا زیاد کردن توان بخاری گذاشتن. ویژگی بسیار جالب و منحصر به فرد و خوبی که داره اینه که یک مخزن آب داره این بخاری. شما میتونید تو مخزن آبش آب بریزید و وقتی که آب رو ریختید این بخاری گرمایی که تولید میکنه رطوبت هم توش داره و این رطوبت باعث میشه که فضایی که شما دارید از این بخاری استفاده میکنید هوای مطبوعی داشته باشه و احساس راحتی بیشتری خواهید کرد. و اما یکی دیگه از ویژگی های بسیار خوبی که داره این بخاری ترموستاتیه که روی بخاری کار شده. از یک ترموستات یا دماسنج روی این بخاری کار شده که اگه دما بیش از حد رفت بالا، خیلی دیگه زیاد رفت بالا، بخاری قطع میکنه و دیگه گرمایی رو تولید نخواهد کرد. به محض اینکه سرد شد ترموستات اجازه داد دوباره گرما رو تولید میکنه. این ویژگی خیلی خوبه، به خاطر این میگم که خیلی از بخاری‌ها این ترموستات رو ندارن و عمده آتش سوزی ها و مشکلات دیگه‌ای که پیش میاد توی بخاری‌های برقی معمولا به خاطر اینکه ترموستات رو ندارن.